میشم عزیزم که شدی همه چیزم. بارون داره میزنه نم نم، با تو میزنه قلبم.
بچه ها دیگه نگم براتون از جذابیت این ماشین، نگم براتون. بچه ها من فقط میتونم بگم اوف، هیچ چی دیگه نمیتونم بگم، هر چی بگم گند زدم. فقط میتونم بگم اوف اوف اوف. این یکی رو نگاه بگیم بس. بچه خیلی تابلوه من واسه اینجا فیلم میگیرم و خاطر شماست، یه لایک بکنید لااقل. البته که شما میدونم مثل من ندید بدید نیستید، همتون حتما اینا رو دیدید قبلا، ولی خب ما ندید بدیدا یه خورده برامون جالبه. ماشین آقای آیسان رنگ دیگهش آخریه فورد رپتوره، اونم ببینید بچه من عاشق اینم. واو این فورد رپتور چقدر این ماشین قشنگه. بچه ها بریم یه سر هتل آتلانتیس و پارک آبی آتلانتیس ببینیم که چه خبر. بچه ها من اومدم تو بالاخره 310 درهم که خود بلیتشو خریده بودم از تو لیدرمون. بعد ازم که اومدم داخل یه رکب خوردم، گفت 60 درهم برای کمدت باید بدی دیگه. من 60 تا رو ندادم، آوردم اینجا گذاشتم پرده صندلی‌ها لباسامو، خیلی دیگه زور داشت. حالا میرم کم کم از جای مختلف براتون فیلم میگیرم، از آدما خیلی نمیتونم بگیرم چون میرن تذکر میدن. دوستایی که هم آتلانتیس اومدن هم وایلد وادی محبت بکنین کامنت بذارین که کدومش بهتره به نظرتون، وایلد وادی بهتره یا آتلانتیس. لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه لطفاً.
بچه اینجا ساحل اختصاصی پارک آبیه. اینجا میتونید بیاید فوتبال ساحلی بازی کنید، والیبال ساحلی بازی کنید. شب منظرش اینجا باید بی‌نظیر باشه. دوستان دیگه لاکر روم و اینا رو پیچوندیم و اون بگر هم مال موبایل رو پیچوندیم نخریدیم، ولی ناهار رو دیگه مجبور شدیم بگیریم. 2 تا تیکه کوچولو موقع کنتاکی که یه بچه هم به زور سیر میکنه و یه نوشابه 80 درهم. یا خودتون به قیمت روزی که دارید نگاه میکنید حساب کنید که چقدر میشه. این هم منظره زیبای. خب البته وقتی اینجا یادم میاد دیگه باید خیلی حساب کتابو بزنه، ولی من دارم قیمت میدم که حالا شماها اگه خواستید بیایید حداقل حساب کتاب کنید که چقدر پول لازم دارید. اگر میدونید که ما خیلی میلیاردر هستیم و پول برامون اصلا مهم نیست. ببین گفتم اینا حرفه‌ایاشو برن یه خود فیلم بگیرم. ببین اینو میگن حرفه‌ای. جب بهش بدیم. آب نفاشی رو پرومی گه تو روحت. آخ بچه ها ببینید چی آوردن. واقعا بعد از چند روز غذای خارجی خوردن نون پنیر سبزی اونم با سنگک خیلی میچسبه. بریم سوپو بخوریم بعد بریم تو کارش. آخ بچه ها دلم تنگ شد بود بعد چلو کباب خود یرته. همچین میگم دلم تنگ شد بود 2 سال اینجا. ولی خب الان 6-7 روزی که غذای ایرانی نخورده بودم دلم تنگ شده بود. به نظر که بد نمیاد. حالا بریم تو کارش. عالیه. خیلی عروض خوشمزه است. حتما مسیر تور افتاد بیایید ساختمون اربورای رستوران فارسی خوبی داره. امیدوارم که همتون بیاید جای همتون خالیه. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو الشروق العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Shobar Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers travelling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty Metro Station. المحطة القادمة هي شوب العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The next station is بچه اینم باشگاه سربازشون هست.
که البته تابستون بعید میدونم که باز باشه. الان هوا فوق‌العاده است ولی تابستون نمیشه اومد بیرون از توی ماشین نمیشه اومد بیرون. همه شدم از دم دارن اشتباه میزنن. آقا من رفتم این رستوران ایران زمین این بغل که پرسیدم، گفت همه میزامون رزرو شده به خاطر فوتبال، بازی فوتبال هست، میزا رزرو شده بود و اینکه جاگیرم نیومد. اومدم رستوران سوریه‌ای بغل دستش، این مدیریه، حالا یه خورده جا داشت، ببینیم که چه خبره. خب اینم بچه حمصه که من سفارش داده بودم. حمص یه غذای عربی فوق‌العاده است که با نخود درست میشه. حتما اومدین تست کنید، بی‌نظیره مزهش. حالا اینجا رو نمیدونم، حالا اگه شانس ماست که اینجا مزهش خوب است، ولی حالا تست کنیم ببینیم چجوریه. خالی خیلی خوشمزه است، جای تو خالی خیلی خوبه. في وسط الميدان عريضة جان بخش طالبي عصبون سامان قدوس في تشكيلة منتخب إيران في هذه المباراة. بازی هم داره شروع میشه. هنا في ملعب أسبامة بالتأكيد. ما نشستیم اینجا بازی رو نگاه کنیم. انشالله که گل زد. یکی طرف ایران. هم ویو شب منطقه مارینا دیگه، هوا سرد شد.